سلام، آموزش نحوه پرداخت فاکتورها در شرکت فراکارانت. ابتدا وارد آدرس market.karait.com میشین. برای اینکه بتونید فاکتورهاتون رو مشاهده بکنید باید توی سایت لاگین کرده باشید که اینجا میبینیم ما لاگین کردیم. از قسمت صورت حساب ها وارد فاکتورهای من میشیم. اینجا میبینید که 2 تا فاکتور داریم. هر کدوم از فاکتورها رو که میخواین که پرداخت بکنید رو باز میکنید. اینجا فاکتور رو مشاهده میکنید. روش پرداخت به 2 صورت هستش. پرداخت آنلاین که اگر روی پرداخت آنلاین باشه و دکمه پرداخت کنید رو بزنید وارد سایت بانک میشین. در غیر این صورت میتونید گزینه حواله بانکی یا سایر روش‌ها رو انتخاب بکنید. با انتخاب این گزینه این بالا به شما تلفنی رو اعلام میکنه که میتونید تماس بگیرید و شماره کارت و شماره حساب رو از همکاران ما دریافت کنید. بعد از دریافت شماره کارت و شماره حساب و واریز وجهتون توی این قسمت، یعنی با زدن گزینه ثبت اطلاعات فیش، میتونید اطلاعات فیشتون رو وارد بکنید. توی این قسمت یعنی نوع سند میتونید انتخاب بکنید که کارت به کارت یا حواله بانکیه و به چه صورتی هست. مثلا ما حواله بانکی رو انتخاب میکنیم. مبلغی رو که واریز کردیم رو اینجا وارد میکنیم و تاریخ پرداختمون و بانکی رو که واریز رو به اون انجام دادیم و در این قسمت شماره پیگیری پرداختمون رو وارد میکنیم. به عنوان مثال و گزینه ثبت رو میزنیم. توی این قسمت میتونید تصویر فیش پرداختیتون رو هم آپلود بکنید. این گزینه رو انتخاب میکنید، فایلتون رو انتخاب میکنید و فایلتون توی هر جایی از کامپیوترتون که سیو شده. اگر خواستید تغییری هم بدید بعداً امکان ویرایش وجود داره. دوباره وارد این قسمت میشین، ویرایش میزنید و این اطلاعات ویرایش میشه. با تشکر.